سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمام بینندگان هلال پلاس. باز به یک چالش دیگه در کانال هلال پلاس خوش آمدید. امروز ما چالش زبان شکنک و با بچه‌های منطقه پای منالها قراره که این چالش انجام بده و یکی از بچه‌ها همین فعلا در کانال هم ایستاده. میشه خود معرفی کنی؟ کومیل ولد حفیظ الله. ولد حفیظ الله. کومیل جان مکتب هم میدی تو؟ بله. صنف چندی؟ صنف 4. صنف 4 کومیل جان. خب ما یک زبان شکنک ما این کومیل جان از شما بپرسیم. بفرمایید. درسته؟ سکوش میگی 3 دفعه ای گفته 5 دفعه شما 3 دفعه بگو. خوبه؟ بگو شیخ شمسعلی در شمس آباد. شیخ شمسعلی. شیخ شمسعلی در شمس آباد. سخت. خب بگو دیگه. شیخ شمسعلی شیخ آباد. در شمس آباد. شیخ شمسعلی در شمس آباد. شیخ شمسعلی در شمس آباد. یه شیخ جگر شیخ جگر اول که خود معرفی کو. یاسین ارباب زاده است. سر خب بالا بگی یاسین جان ارباب زاده. صنف چندی؟ صنف 5. صنف 5. خب این حال قرار داخل از این چالش. خب تو چی بپرسم از تو؟ چیز آسونه یا سخته؟ آسونه. همین آسونه. بگو شیخ شمسعلی در شمس آباد. خیلی چیز آسونه. شیخ شمسعلی در شمس آباد. شیخ شمسعلی در شمس آباد. 3 بار بگو. شمسعلی در سر خوب بالا کن به دلبین ما بگو. شیخ شمسعلی در شیخ شمس علی در شمس آباد. شیخ شمس علی در شمس آباد. در شمس آباد. آفرین. خب بگو 3 بار. چیز بگو. شیخ شمسعلی خمه در بگو. شمس آباد. یک دیگه بگو 6 سخ جگر سخ 6000. آسون. شیخ جگر سخ 6000. بگو 3 بار بگو. سخ جگر 6000. بازم 6 سخ جگر 6000. یاسین جان خیر باشه. شما میتونیم یک شعر برای بیننده ها ما بخونه؟ بله. بخونه یک شعر خود بخون. روزگار سر به نامردی گذاشت، قیت مردی را بزن نامرد باش. بیشک. آفرین. بچه‌ها چک کنه. آفرین. بخیر اتهام برای تو یک جایزه ما میده. خب یکی از بچه‌ها دیگه هم اومدن که به چالش ما اشتراک کنم. اسم خوب بگو. معرفی کن. فردین جان عزیز. صنف چندی فردین جان؟ صنف 3. به دوربین ما نگاه کن. چرا به این نگاه میکنی؟ خب از تو ما چالش ما زبان شکنک. خب از تو یک سوال میپرسم، یک چیز خب خیلی چیز ساده ای ولی تو بگو شیخ شمسعلی در شمس آباد. همین چیزی که از این تا دیگه هم پرسیدم 3 دفعه بگو. چی؟ شیخ شمسعلی در شمس آباد. شیخ شمسعلی در شیخ سلسله. شیخ شمسعلی در شمس آباد. شیخ شمسعلی در شیخ سرسوا. 3 دفعه تست 3 دفعه. شیخ سرسلی از سرسوا. بگو شیخ سرسلی از سرسوا.